با سلام و احترام در این ویدیو قصد داریم شما رو با سامانه جامعه خدمات اشتغال بهزیستی یا همون سامانه جاب آشنا کنیم. امیدواریم مطالبی که خدمتتون ارائه میشه مفید واقع بشه و بتونه راهگشای شما در استفاده بهتر از این سامانه باشه. به منظور سهولت کار ابتدا مطالب کلی و پایه‌ای سامانه رو به کمک پاورپوینتی که آماده شده خدمتتون عرض میکنم و بعد بر روی بستر سامانه با هم یک پرونده رو ثبت اطلاعات و ارزیابی‌هاش رو با هم انجام میدیم. در شروع فرایند ارزیابی اولیه در سامانه اشتغال با توجه به شرایط و ویژگی هایی که مددجو یا توانخواه شما داره، ما سه تا پایان رو میتونیم براش در نظر بگیریم که در دو حالت اول با توجه به اینکه مددجو شاید توانایی انجام کار رو به واسطه معلولیتش نداشته باشه یا کلا اصلا تمایلی به اشتغال و شاغل شدن نداشته باشه، ما بدون انجام دادن ارزیابی اولیه با آیتم هایی که در سامانه هست خروج از چرخه اشتغال رو براش انتخاب میکنیم. ولی در صورتی که مددجو شما توانایی انجام شغل رو داشته باشه و همچنین تمایل به انجام شغل رو داشته باشه، ما مجوزها و مستنداتش رو در سامانه بارگذاری میکنیم و شروع فرایند ارزیابی برای این فرد اتفاق میفته. در کار کردن و استفاده از سامانه جاب شما باید چند تا نکته رو در نظر داشته باشید که در حالت اول فقط برای مددجویانی که در سامانه ارمغان ثبت شده باشن و پرونده فعال داشته باشن ما میتونیم ارزیابی ها رو انجام بدیم. برای کار کردن با سامانه شما حتما باید صفحه کلیدتون روی حالت زبان فارسی باشه و یه سری افراد و معلولین هستن که ما نمیتونیم ارزیابی اولیه رو براشون انجام بدیم. افرادی که دارای معلولیت ذهنی شدید و خیلی شدید و همچنین بیماران اعصاب و روان که مزمن و غیر قابل بازتوان باشن، با توجه به معلولیتشون توانایی انجام شغل رو ندارن و ما نمیتونیم براشون ارزیابی رو انجام بدیم. و همچنین افرادی که زیر 18 سال و بالای 65 سال باشن، یعنی خارج از اون سن اشتغال باشن، برای این افراد رو هم ما نمیتونیم ارزیابی اولیه رو انجام بدیم و در صورتی که شما ارزیابی رو انتخاب بکنید خود سامانه به صورت اتوماتیک اونها رو از چرخه ارزیابی خارج میکنه. برای ورود به سامانه جاب شما باید آدرس این سامانه رو به نشانی job.behzisi.net رو در مرورگر گوشی یا مرورگر سیستم کامپیوتر خودتون وارد بکنید و شرط استفاده از این سامانه اینه که نام کاربری و کلمه عبور برای شما تعریف شده باشه تا بتونید از خدمات و امکانات این سامانه بهره مند بشید. در سامانه جاب ما 5 سطح دسترسی داریم که خب در سطح اول مددکاران مراکز مثبت زندگی و مددکاران بخش دولتی قرار دارند، در مرحله بعدی تسهیلگر شغلی، در مرحله بعد کارشناس اشتغال شهرستان، سطح چهارم کارشناس اشتغال استان و در نهایت کاربر اشتغال کشور میتونن از خدمات سامانه جاب بهره مند بشن. بعد از ورود به سامانه شما با این صفحه روبرو میشید که شما برای اینکه بتونید پرونده مددجوی خودتون رو به کارتابلتون انتقال بدید نیازه که تاریخ تولد و شماره ملی مددجو رو در قسمتی که ازتون خواسته شده وارد بکنید. وقتی شما جستجو رو کلیک بکنید در قسمت اول اطلاعات هویتی مددجو به شما نمایش داده میشه و در قسمت دوم شما میتونید با توجه به حوزه‌ای که مددجو در اون حوزه پرونده داره اطلاعات مربوط به اون حوزه رو برای اون فرد مشاهده بکنید. و در انتها شما با زدن دکمه دریافت پرونده رو به کارتابل خودتون یا به حالا مددکار اختصاص میدید. بعد از اینکه شما حالا پرونده ها رو در سامانه شناسایی کردید و به کارتابل خودتون انتقال دادید، برای اینکه ما ارزیابی اولیه رو برای مددجو انجام بدیم نیازه که در کادری که برای حالا جستجویی که برای ارزیابی اولیه هست شما باید کد ملی مددجو رو وارد بکنید که خب من در این مرحله فقط برای شما
اسلاید رو توضیح میدم. وقتی که وارد سامانه بشین به صورت کامل تمام موارد رو براتون توضیح میدم. بعد از اینکه شما کد ملی مددجو رو وارد کردید، اطلاعات مجدد به شما نمایش داده میشه و زبانه هایی که در قسمت سمت راست وجود داره برای شما قابل انجام و ویرایش میشه. خب ما در قسمت مجوز و مستندات میتونیم مجوزهای شغلی، مجوزهای مهارتی، مقاطع تحصیلی و موارد دیگر رو بارگذاری بکنیم که خب این نمای داشبورد ثبت مجوزها و مستندات هست که خب در سامانه براتون کامل توضیح میدم. مراحلی که شما باید بگذرونید تا مجوزها یا مستندات رو برای مددجو ثبت بکنید رو در اینجا مشاهده میکنیم که خب من اینها رو توضیحات کاملش رو براتون ارائه میدم. قسمت بعدی ثبت گواهی احراز توانایی شغلیه که این قسمت فقط برای بیماران ذهنی و بیماران روانی که علیرغم مشکلاتی که دارن در حال حاضر دارای اشتغال هستن، ما میتونیم گواهی شغلی رو که توسط حوزه توانبخشی صادر میشه رو در این قسمت بارگذاری بکنیم تا بعداً در صورتی که شرایط مهیا بشه بتونن از خدمات سامانه اشتغال بهره مند بشن. یه درخواره ای رو در فرایند ارزیابی هم ترسیم کردن که خب حالا همونطور که خدمتتون عرض کردم در صورتی که توانایی انجام کار رو داشته باشه یا توانایی انجام کار رو نداشته باشه به همون 3 تا خروجی که خدمتتون عرض کردم مددجو راهنمایی میشه. گام سومی که ما در این سامانه با اون مواجه میشیم شروع فرایند ارزیابی اولیه است که شما باید از قسمت سمت راست ارزیابی اولیه رو ابتدا انتخاب بکنید و حالا با توجه به شرایطی که مددجو داره ارزیابی ها براش اتفاق میفته. یه موضوعی شما اینجا مشاهده میکنید که چند تا ارزیابی برای مددجو اتفاق افتاده و این خب این نشون میده که سامانه جاب این قابلیت رو داره که به روز بشه و ارزیابی های متفاوتی برای یک توانخواه یا مددجو ثبت بشه. و حالا توضیحاتی که اینجا داریم در هر لحظه میتوان ارزیابی جدیدی انجام داد که ارزیابی های قبلی رو غیر فعال میکنه، چنانچه چندین ارزیابی برای یک مددجو ثبت بشه ارزیابی آخر لحاظ میشه. اگر به هر دلیلی مددجو خارج از سن قانونی، این همون بندیه که چند دقیقه قبل براتون توضیح دادم که شرایط اشتغال رو نداشته باشه، سامانه خودش به صورت اتوماتیک از ارزیابی عبور میکنه و اجازه ارزیابی رو به مددجو به مددکار نمیده. خب این سوالاتیه که خب در شروع فرایند ارزیابی از شما پرسیده میشه که خب ما از اینها گذر میکنیم و در قسمتی که میخوایم سامانه رو با هم دیگه ببینیم کامل اینها رو برای شما توضیح میدم. خب اجازه بدید ببینم موضوع دیگه هست که من بخوام خدمت شما عرض بکنم. خب در قسمت بعدی ما ثبت اطلاعات یک پرونده و ارزیابی یک مددجو رو با هم دیگه انجام میدیم و بر روی بستر سامانه توضیحات رو خدمتتون عرض میکنم.